سلام، من مکوکم. امروز میخوام براتون کیک بستنی درست کنم. بریم تو کارش. از بافت این کیک که توی قابلمه و با بخار آب درست میشه هر چی بگم کم گفتم. تخم مرغ، شکر و وانیل رو اونقدر بزنید تا از لختگی بیفته. روغن و شیر رو اضافه کنید و هم بزنید. آرد، پودر کاکائو و بیکینگ پودر هم روی مواد علک کنید و کامل مخلوطش کنید. مواد رو توی قالب با کاغذ روغنی بریزید و توی قابلمه با آب حدود 45 دقیقه بذارید با دمکش بپزه. بعد از پخت و به دمای محیط رسیدن لایه لایه برش بزنید و توی ظرف گود که سلفون کشیدید یک لایه از کیک و یک لایه از بستنی مورد علاقتون بذارید تا بالای ظرف. من از 3 طعم بستنی انبه، وانیلی و توت فرنگی استفاده کردم. حتی میتونید بینش از میوه‌های تازه هم استفاده کنید. توی فریزر گذاشتم تا کامل خودش رو بگیره و بعد از بیرون آوردن از قالب جدا کردم و با خامه قنادی فرم گرفته تزیینش کردم. اگه این پست رو دوست داشتی لایک و سیو یادت نره. پیج منم فالو کن که تو شلوغی اینستا گمش نکنی.